سلام به کانال دارکستان خوش اومدید. توی این کانال تئوری ها و رمز و رازهای مخفی بازی ها و انیمیشن ها رو بررسی میکنیم. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. و اگر از آپارات این ویدیو رو میبینید، کانال رو دنبال کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. امروز درباره فیلم کلاسیک پیکسار یعنی شرکت هیولاها صحبت میکنیم. اگر یادت نیست، شرکت هیولاها فقط اسم فیلم نیست، بلکه یک شرکت انرژی است که برقش را از انرژی حاصل از جیغ کودکان تأمین می‌کند. مدل کسب و کار این شرکت ساده است. از در جادویی عبور می‌کنند، هیولایی وارد اتاق خواب کودک می‌شود، کاری ترسناک انجام می‌دهد و سپس انرژی جیغ کودک را جمع آوری می‌کنند. اما حالا این مدل دیگر کار نمی‌کند. چون بچه‌ها امروزه سریعتر بزرگ می‌شوند و دیگر از هیولاها نمی‌ترسند. این نکته جالبی است. کسانی که بیشتر از هیولاها می‌ترسند شاید همانهایی باشند که اصلاً به وجود هیولاها باور ندارند. وقتی یک هیولای ترسناک ناگهان جلوی تو ظاهر می‌شود و زوزه می‌کشد، کل دنیای تو به هم می‌ریزد. ترس وجودی و شک به واقعیت آن قدرت جیغ ترسناک را ندارد. داستان فیلم درباره جیمز پی سالیوان معروف به سولی است که ستاره شرکت هیولاهاست. وقتی یک روز یک دختر انسانی وارد دنیای هیولاها می شود، همه چیز به هم می ریزد. چون برعکس تصور، هیولاها از ما می ترسند. سولی به کمک دوستش مایک وازوفسکی تلاش می کند دختر را به خانه‌اش برگرداند و در مسیر لوکی یاد می گیرد چطور پدر خوبی باشد. یکی از صحنه‌های جالب فیلم وقتی است که دختر 2 ساله با نگاه جدی به سولی میگوید که وقت رفتن به دستشویی است. این یکی از خنده‌دارترین لحظات فیلم است. بعد از یک نقشه شکست خورده برای ربودن بچه‌ها و استفاده از جیغشان به عنوان منبع انرژی، در میابیم که خنده کودکان انرژی بیشتری نسبت به جیغشان تولید می‌کند. با نجات روز، سولی و مایک مدل کسب و کار شرکت هیولاها را از انرژی جیغ به انرژی خنده تغییر می‌دهند و این کار باعث شادی بیشتر کودکان و هیولاها می‌شود. اما چقدر این موضوع علمی و واقعی است؟ آیا خنده واقعاً انرژی بیشتری تولید می‌کند؟ در واقع جیغ و خنده هر دو شکل انرژی جنبشی جزئیات هوا هستند که به صورت امواج صوتی منتقل می‌شوند. دانش آموزانی در فیلیپین دستگاهی ساخته‌اند که امواج صوتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند و توانستند یک لامپ LED 5 وات را با این انرژی روشن کنند. شدت صدا با دسیبل اندازه‌گیری می‌شود و هرچه صدای بلندتر باشد، انرژی بیشتری دارد. صدای جیغ معمولاً حدود 90 دسیبل است، در حالی که خنده در حدود 65 دسیبل است. از لحاظ انرژی، جیغ قوی‌تر است، اما این همه ماجرا نیست. خنده و جیغ تجربه‌های احساسی کاملی هستند که بدن را درگیر می‌کنند. تحقیقات نشان داده خنده می‌تواند 1 تا 3 کالری در دقیقه بسوزاند و ترس هم کالری می‌سوزاند، ولی به میزان کمتر. با این حال، مشکل این است که مدل شرکت هیولاها فرض می‌کند کودکان بارها و بارها ترسانده شوند. اما در واقع هر بار که کودک ترسانده می شود، جیغش کمتر مؤثر و کم انرژی تر می شود. از خنده بهترین و پایدارترین منبع انرژی است. داروی عالی و خبر خوب برای شرکت هیولاها. بنابراین تغییر مدل از جیغ به خنده نه تنها به کودکان شادی می دهد، بلکه منبع انرژی موثرتری هم فراهم می کند. اما خب، این فقط یک نظریه است. خب به پایان ویدیو رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب یا دنبال کنید. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.